یک چیز دیگر را بپرسم. همین مسئله کی در مواد اقبال صدردین دا میگه که ما یگام جنایت کردنی نیستیم، نه که انقلاب کردنیم. اگر انقلاب شود، انقلاب به تلفات میگذشته باشم، خیلی میشده باشه که به تلفات انقلاب شود، یگام تلفات جانی نه تیه نه دولت مثال نه خلق. همه مخیرم فکرم سوالم درمانی علا باشین. سلامت باشین. تشکر. درست گفته است ما جنایت نمیکنیم. البته ما خودمون از جنایتکار حساب نمیکنیم، اما هر یک حکومتی که هست انقلاب جنایت میشمورن. خب انقلاب چه جزا میگیرن؟ یعنی این انقلاب در یگان کشور قانونی نیست، غیر قانونی است. وقتی که سخن مردم شنیده نمیشود، درها هم بر روی مردم بسته هستند، بالاخره مردم به میدان میریزند. یعنی که این از اون خطهای کشیده دیکتاتورها یا که همون حکومتایی که هستن همون خط سرخ شده دیگر مردم عبور میکنن دیگر، یعنی که سخنش نمیرسه به اینجا، بالاخره قیام میکنن مردم و ایران مردم جنایت نمیدونه. حکومت بله ایران جنایت، اما مردم خودش نه. بدون تلفات ما علاقه تلفات دادیم از خود حرکت سیاسی گروه بسیار علاقه ما تلفات دادیم. خب نفرهای زیاد از حزب سازمان و گروه ها، نفرهای مستقل در زندان ها کشته شدن. این تلفات است. ما تلفات علاقه دادگی هستیم. تلفات در کدام وقت کم می شود یا در کدام وقت احتمال دارد که نشود. مثال بعضی کشورهایی که در سالهای همین 2018 19 در کشورهای سابق شوروی انقلاب ها شد بدون کدام قطره خونه. اما برای چی؟ به خاطر که فرهنگ سیاسی مردم بالا است. مردم میدونند که چیکار کنند. وقتی که مردم فرهنگ سیاسیش پایان است، ندارد فرهنگ سیاسیش پست است، بعد به قتل کشتار در وقت انقلاب، چی از اون طرف باشه چیز از این طرف، بعد به قتل و کشتار میزنن، به سوزاندن میزنن، به شکستن میزنن، به غارت دست میزنن. همین گونه میره. اینجا فرهنگ سیاسی خیلی رول بازی میکنه. به همین خاطر ما در گذشته گفته بودیم که اگر هر کسی را که دیدین، چی امروزها چی در آینده در میدان دیدین، و ما در این مسئله صحبت کرده ایم، شما نفرهایی که میخواین که آماده باشین و از نگاه شما یعنی صحبت های ما مفید است براتون، پس پیگیری کنین سخن هایی که ما آیده انقلاب حرف زده ایم که باید چیکارها رو انجام بدیم، پیدا کنین، گوش کنین و همچنین یک درس استفاده برید. ما در اونجا گفته که در روز انقلاب نفرهایی را دیدیم که دست به شکستن، سوزاندن، تجاوز، قتل، کشتار، غارت میزنن. اونها از ما نیستن. اونها نفرهای ما نیستن. اینها نفرهایی هستند که به خاطر غارت استفاده میبرن، به خاطر منفعت خود غارت کردن، جنایت کردن، تجاوز کردن، به همین خاطر اون مرحله را استفاده میبرن. یعنی اونها از ما نیستن. وقتی میگم که از ما نیستن، منظور این نیست که خاص به گروه 24، نه، منظور این است که اینها اهل همون مردم مبارز نیستن. مبارزان امروز میخوان که فرهنگ سیاسی خود و مردم بالا برن و من مطمئن هستم که تا جایی را ما این کار را موفق شده هستیم. یک بار ما صحبت های پیشتر چین اعضاهای ما را نظر کنین، چی مردمی که با ما بحث میکردن، حتی طرفداران رژیم بینن و در امروزه بینن که چقدر فرق میکنند. تا یک اندازه فرهنگ سیاسی امروز فرق میکنند و امیدوار هستم که بازن ما و شما در یک جایی چیز بهتر میکنیم. سلامت باشه. نفر دیگر محمد صادق فرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر شما و علیکم السلام. یک پیشگفتار دارم کمتر، بعد یک سوال هم پیشگفتار خدا. انا بعد از بحثنی سوژنامه با مخالفین وقتی که سری قدرت آمد سیفویز، من در باید نهضت اسلام میگم ده، آنها یک اشتباهی سختی کرده بودن که با سری قدرت وقتی که اومدن حسابی که همون سیفویز آنها بسیارتر برای منصب نفرانی موندن که آنها صاحب کسب نبودن، صاحب اختصاص نبودن، یگان چخیل بگیم همین حربی بودن، یعنی متخصص نبودن. آیا بعد از آمدن قدرت
وقتی که ما مخالفین میبینیم سری قدرت میبینیم، همچنین به نظر گرفته میشد کسانی که مخالفت کردن به ضد رحمانوف به این حکومت، یا اینکه ما آینده بسیارتر برای تکنوکرات‌ها میتیم وظیفه اداره دولت، برای صاحب متخصص ها، برای که من خودم زاده ولایت سوخت، همون وقتی که همین مخالف آمد ما فکر کردیم که اکنون آنها باید با ما محتاج باشند، ما آینده با مخالفین این چلسواد نیست کنیم. به همه معلوم که همین رحمانوف با حکومت چلسوادش 30 سال من به کدام اندازه به چی احوال آورد به همه معلوم است. باز هم میگم که بسیاری نفرانی هستند که آنها با سیاست کاردار شده نمیتونن یا اینکه لیاقت ندارن، یا اینکه میخوان که همین یک طرف باشن و وقتی که همین حکومت مردمی آمد آنها میخوان صادقانه کار کنن. فکر نظر شما برای همین سوال معلوم شد برای شما؟ بله مشکلی اساسی ما میدونید در چی بود؟ در این مسئله ما صحبت ها زیاد کردیم، اما شما اکسنت اساسی را بالای حزب نهضت کردین. اینجا حزب نهضت اسلام تنها نبود، تنها نبود. بله در مخالفین دیگرها هم بودن، اما خب اینا که بگم که پیش قدم بودن دیگر ضربه زیاد اینا خوردن این تا امروز هم میخرن در این مسئله. ببینید چگونه که در این مسئله صحبت ها زیاد کردگی هستیم، اما ما کوشش میکنیم که مختصر حرف بزنیم. من شک میکنم در این که کدام فرد تاجیکستان در اون شب و روز میخواست که تاجیکستان به جنگ شهروندی بکشه و خراب بسازه، یعنی بعد از رفتن کشوری، بعد از رفتن شوروی همگی میخواستن که یک چیزی بسازن، یک چیزی خوبی برای مردم بسازن. اشتباهی ما در این بود که ما سراسیمه‌وار یک تعداد خواست که فردا مردم در لباسی نمیدونم نظامی ببینه، یک نفر در لباس ملکی ببینه، یک نفر در لباس من خب ابرز نگفتستم ورزشی ببینه، یک نفر خواست که فردا تمام مردم در لباس سبز ببینه، دیگرش در لباس سرخ ببینه. نمیشه که مردم در یک روز عوض کرد. این اشتباهی بزرگ است. یک تعداد آمد خب دیگر همون پدالی رو بد کردن که تیزتر، یعنی مردم دیگر اسلامی باشه، دیگریش اومد گفت که نباید دموکراتی باشن، دیگریش ما همون کمونیستی باید بمونن. یعنی سراسیمگی ما رو به همینجا کشوند، سراسیمگی. و نفرهایی که بگیم که در دو طرفی که بدن خب چند سال جنگ شهروندی و به هم اومدن، دیگر جنگ شهروندی، از جنگ شهروندی چی یاد میگیرن بیشتر؟ خب البته سیاست و دیگر همون نظام جنگی را از خود میکنن. در بعضی بخشا دیگر قدر نمیرسید، ما مطابق زمانه باید قدم میزدیم. خب بعض دیگر مردم سالاری آمده به در منطقه هم از زیر چتر شوروی میخواستن بیرون بروند، یعنی مطابق زمانه باید قدم بزنی. در اینجا آمدن اون نقطه‌ای که شما گفتین، نفرهای آمدن که نفرهای نامناسب از هر دی طرف، ما اینجا جدا نمیکنم، در عموم نفرهای نامناسب خواستن که وظیفه ها را بگیرن کار برن. بسیاری نفرها وظیفه را میگرفتن برای خود یک جانشین میگرفتن، کار جانشین میبرد. اونها فقط کارشون یعنی عیش، عشرت، خب رئیس، قماندان، دیگر چیزها همین گونه بود. این اشتباه بود. و مخالفین اون شب و روزا هم فکر نه که از یک کشوری اومد که جنگ زده بود. این شب و روز هم مخالفا در کجا قرار دارند؟ این شب و روز مخالفایی که قرار دارند خب در کشورهای سابق شوروی هستند، مثلا در نیمش در اروپا است، در امریکا است، در زیاد کشورها هستند که یک چیزهایی را آموختن و فرق میکنن نسبت به اون سالهای پیشتر، خیلی فرق میکنن واقعا. و این نفرها انشالله که دستی خالی بر نمیگردن وطن. ما حتی خود ما وقتی که با مردم صحبت میکنیم، با اعضایان حرکت جلسه های هفته ماه داریم که سالانه یک صحبت میکنیم، آشکار حرف میزنیم برای مردم. و امروز هم ما در نزد شما میگیم که هیچ یگان حرکت سیاسی به تنهایی نمیتونه برای همه را دست خود بگیره و این چیز هم غیر امکان است. یک رحمانوف برای ما را درس شد، غیر امکان است. و
هیچ حرکت سیاسی هم من امروز هم میگم که حرکت سیاسی گروه 24 آماده نیست که کل قدرت در دست بگیره و ما اینا لازم هم نمیدونیم. خب اما نفرهایی که امروز در مبارزه هستند، یک تعداد از اونها در مبارزه هست تا زمانی که انقلاب انجام یابد میگه تمام من دیگر میرم دنبال زندگی، من فقط برای همین مرحله هستم. اینا خودش میگه من فقط برای همین مرحله هستم. اما نفرهایی هستند که میگن که من میخوام که برای بعدی هم بمونم، برای باز در کدام ساختار خب نظام کار بکنم. ما با این نفرها چی میگیم؟ شما پس امروز وقت دارین استفاده برین، در کشورهایی که هستین برای شما شرایط مهیا است، علم بگیرین، خب مهارت دیگر چیزا که فردا با دست پر برین در یک جایی که میمونن کار بکنین. همچنین یک چوچیله نباشین، وگرنه ماکسیموم که فردا میای میگوی که من یک جای کار لازم دارم، خدا در نزد یک دروازه همون چی میمونن؟ پاسبان میمونن. همین از جای ماکسیموم بلندترینه. اگر که میخواهید که برای آینده مردم در کجایی که باز خدمت بکنین بعد از انقلاب هم، چگونه یک نقطه را که شما ذکر کردین که آمدن نفرها خواب دیگر نمیدونستن اون وظیفه را چیکار کنن، چون ندونستن، فهمیش نداشتن، اون جای اون نبود. شاید در یک جای دیگر میموندنش خدمت خیلی خوبی میکرد اما در جای خودش نبود. به همین خاطر ما هم امروز اعضای خودمون میگیم که فردا وقتی که به وطن برمیگردین باید در همون جای کار فعالیت کنی که میدونی که میتونی خدمت کرده و این همون کارت هست. اگر که بگو که نه هیچی نه در این دوام خطر نسازی و فردا یک جامعه بگو که من یک جای کار میخوام، خب ماکسیموم یک کارگر یکون زواد فابریکه کارگر عادی یا که در یک نزد دروازه پاسبان یا که در اونجا راننده بدن، در اون وقت باید نباید دعوا کنی که من در این مبارزه قدر خدمت کردم شما برای یک کاری پس پیشنهاد میکنید. نباید بعد نفر در اون وقت ناراضگی کند. این است. فکر میکنم که جواب کم طول کشید. عذر. سلامت باشید. رحمت من قولی کنم. سلامت باشید.